بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. بسیار خوشحال هستیم که از علمای برجسته لبنان جناب فضیلت الشیخ غازی حنینا خطیب مسجد سید الشهدا امروز در میان ما حضور دارند و ما از سخنان ایشان استفاده کردیم و نظرات ایشان را شنیدیم و در این لحظات پایانی چند جمله در رابطه با آیاتی که تلاوت شد خدمت شما مطالب کوتاهی را عرض کنم. به این مهمان گرامی ما هم خیر مقدم عرض می کنیم و خوش آمد عرض می کنیم و مهمان گرامیمون، مهمان عزیزمون و دیگر عزیزانی که ایشون همراهی کردند از علما، از عزیزان نهاد. وقتی ما قرآن عظیم الشان تلاوت می کنیم به یک مطلب مهمی که در قرآن میابیم آن است که عدالت برای الله تعالی چه اندازه مهم هست و عدالت چه اندازه حیاتیه که الله تعالی کتاب خودش را نازل کرده و ترازوی را عدل را رعایت کرده است. ترازویی که ما با آن وزن میکنیم. همه این بعثت پیامبران و نزول کتابای آسمانی، انزال این کتابای آسمانی و فرستادن ترازو در میان ما و هر آنچه که وزن مشخص بکنه و مقدار مشخص بکنه او ترازو نامیده می شود. همه اینها برای اجرای عدالت هست که عدالت اجرا بشه. عدالت برای الله سبحانه و تعالی همان اندازه مهم هست و همان اندازه عدالت تا دوست داره که ظلم را الله تعالی و بی انصافی را نمی پسنده و نفرت داره و نزد الله تعالی ظلم مبغوضه. مخاطب عدالت تنها حکومت ها نیستند، تنها دستگاه قضایی نیست، بلکه مخاطب عدالت و خطاب عدالت به تک تک افراد امت، به همه بشریت و انسانیت هست، به افراد هست، به اجتماع هست، به ادارات هست، به سیستم هست، سیستم حکومتی. هر حکومتی باشه الله رب العزت انتظارش از تمام حکومت های دنیا، از همه انسان های دنیا نه که عادلانه فکر کنن، برای عدل فکر کنن، برای انصاف فکر کنن و برای انصاف بیندیشن و از ظلم دوری بکنن و از علم و ظلم
فراری بشند. یعنی عدالت به معنی همون در زبان خودمون انصاف و ظلم در زبان خودمون به معنی بی انصافی است. الله عدالت تا دوست داره. عدل بین بنده و رب العالمین اعتقاد صحیحه، اعتقاد توحیدی و خدا فرستی. تنها فرستش الله تعالی عدله و اگر در اعتقاد خلل ایجاد بشه انسان با خدا کسی را شریک بگیره، این ظلم، حتی عبادت ریاکارانه ظلم حساب میشه و کسی که عبادت ریایی انجام میده ظالمه. شرک هر شرک باشه، جلی باشه یا خفی باشه، بت پرستی باشه، پرستش غیر خدا باشه یا عبادت ریاکارانه برای اهداف دنیوی الله را بندگی کردن، نشان دادن به بندگان عبادت را برای اهداف و مقاصد، همه اینها ظالمانه است و ظلم در حق پروردگار که ما با خدا علیاذ بالله کسی را شریک بگیریم. و همانطور عزیزان من که در عقیده باید منصفانه باشیم، عادلانه باشیم و درستترین عقیده همانه که قرآن راهنمایی میکنه، سنت راهنمایی میکنه. همینطور سروران گرامی در عمل کرده هم باید عادلانه باشه. نمازی که میخوانیم، اعمالی که انجام میدیم، زکات میدیم، روزه میگیریم، حج انجام میدیم و در تمام عبادت های پروردگار باید عدالت رعایت بشه، عادلانه باشه، منصفانه باشه و ما در عبادت خدا بی انصافی نکنیم. بی انصافی در نماز موجوده. اگر نماز نخوانیم بی انصافیه، بخونیم نمازو به بیعالی نماز ادا بشه، این هم ظلمه، نوع ظلمه که ما در نمازمون کارهای دنیوی من انجام بدیم، کارهای اداری را، کارهای اقتصادی و معیشتی را و دیگر کارهای روزمره را و گرفتاری های من در نماز بشینیم فکر بکنیم. چرا نماز محل فکری نیست، نماز محل توجه الله و فکر در رابطه با عظمت و بزرگی خدا، عاجزی و درماندگی در مقابل خدای، راز و نیاز با الله تعالی است. ما ظلم کردیم، اگر نماز صحیح ادا نکردیم، درست ادا نکردیم، همانطور که نماز باید ادا بکنیم، ماموریت ماست. زکات من اگر ما صحیح ادا نکردیم ما ظالم قرار میگیریم و ظلم میشه. این بی‌عدالتیه نسبت به زن و بچه، نسبت به حقوق الناس، فرزندان، نسبت به مادر و پدر، نسبت به خویشاوندان، نسبت به همه انسانیت حقوقشون رعایت کنیم. عدل، انصاف، با همه انصاف بکنیم، فی نفسه منصف باشیم. والله اون انسان دوست داره که در نفسش منصفه، فی نفسه منصفه و انصاف میکنه. الله انصاف دوست داره، الله عدالت دوست داره. کسانی که مرتکب گناه میشوند ظالمان، ظلم کرده. کسانی که به ناموس دیگران چشم بیندازند، نیت بد داشته باشند، این ظلمه و این بی‌عدالتیه و ظالم را الله مجازات میکنه. الله در این دنیا مکافات داره ولی عذابش در آخرت هست. حیا عادلانه هست که انسان حیا داشته باشه، چشم را حفاظت کنه، گوش را حفاظت کنه، زبان را حفاظت بکنه، همه در راستای عدالت ہے. مسیر اسلام مسیر عدل، عدول الاسلام ظلم و انسان ظالم قرار میگیره، به انصاف قرار میگیره.
اخلاق صحیح، اخلاق درست، اخلاق کریمانہ، اخلاقی که حضرت رسول تعلیم دادن و قرآن عظیم الشان تعلیم داده عادلانه هست. عدول از این اخلاق این ظلمه و انسان از لحاظ اخلاقی ظالم قرار میگیره، از لحاظ عمل کرد ظالم قرار میگیره، از لحاظ عقیده ظالم قرار میگیره. اگر در مسیر صحیح نباشه، صراط مستقیم نباشه، راه راست نبره، انسان ظالم قرار میگیره و انسان میشه ظالم و مردم ظلم رو چیز دیگری را میدانند و خیال میکنن که فقط به حق کسی را بخورید ظلم میشه. نه، ظلم خیلی معنی گسترده داره و در قرآن استفاده میشه برای اشیاء مختلف و عدل هم معنی خیلی گسترده داره که تمام زندگی انسان در مسیر عدالت باشه و مسیر عدالت صراط مستقیم سر راه درسته. امروز بسیاری از زنان شکایت دارن نسبت به شوهرهایشون که حق ما را رعایت نمی کنن و تا حرف میزنی میگه که حق زنان هست که مردان احترام بکنن، حقوق اونها را رعایت بکنن. و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرموده که اگر سجده برای کسی روا بود به زنان دستور میداد که شوهرایشون سجده بکنن و شوهرهای گرامی نباید فراموش بکنن که آن حضرت این هم فرموده، اون هم فرموده، این هم فرموده که بهترین شما آنایی هستند که نسبت به زن و بچهشون بهتر باشند و من از همه شما برای زن و بچه‌ام بهترم. انسان منصف و انسان عادل و انسان صحیح و درست اونه که نسبت به زن و بچه‌اش خوب باشه. باز زنها با اخلاق باید رفتار بشه، با بچه ها با اخلاق رفتار بشه، منصفانه رفتار بشه. شوهر باید تحمل داشته باشه، برداشت داشته باشه، صبر بکنه. زنان تحملشون اکثر کمتر است، گرچه در زنان تحمل های ماشاءالله خیلی بزرگی وجود داره، اما بعض زنان که تحملشون کمه. اگر زن یک وقت بی صبری بکنه و از خودش توانایی نشان نده، مرد که مدیر خانواده است باید توانایی نشان بده، تحملش بیشتر باشه، صبر بکنه، برداشت بکنه، به کم و بیش کم و زیاده پرخاش نکنه، بی صبری نکنه. باید شوهر نشان بده که به زنش محبت داره، به زنش ارادت داره و نباید جلو زنان تذکره آنچه که زنان اذیت و آزار میرسونه بدیم و همیشه این صحبت باشه که آقا میخواد زن دیگه بگیره و مشکل داره و این حرفا شوهر نزنه. نباید شوهر ارتباط ناجایز جای داشته باشه. وقت شوهران دوست دارن که زنشون پاک دامن بشن، زنشون عفیف پا بشن، زن و فرزندان و دخترانشون جای دیگه ارتباط پیدا نکنن ناجایز. نباید شوهر جای دیگه ارتباط پیدا بکنه. این بدآموزیه، این بدترین شیوه، این نفرین ترین شیوه است که شوهر جای دیگه با زن ارتباط ناجایز پیدا بکنه و اون وقت هر کسی این کار بکنه خطر وجود داره که زن او هم جای دیگه ارتباط ناجایز پیدا بکنه. وقتی این آدم نمیپسنده برای زنش، برای دخترش، برای مادرش، برای خواهرش که علیه بالله ارتباط ناجایز و رابطه نادرست پیدا بکنه به دیگران، خودش باید این مسئله رعایت کنه، از خودش شروع بکنه، عفت حیا از خودش شروع بکنه، خودش عفیف باشه، خودش با حیا باشه، ارتباط ناجایز داشته نباشه. و امروز یک چیزی که توی دنیا تبلیغ میشه
دوست پسر و دوست دختر این شیوه اروپایی هاست، غربی های، و این برای مسلمانان ناجایز، حرامه. این ارتباط مایه فساد میشه. این دوستی ناجایزه. هر کس با زنش دوستی بگیره، دوست داشته باشه زنش را، زن شوهر را، این شرعی، ثواب داره، اجر داره، رحمت خدا نازل میشه، از بهترین عبادت محسوب میشه. کسی با زنش خوشطبعی بکنه، کسی با زنش بشینه شوخی و محبت کنه، این اجر داره، ثواب داره. به رابطه جنسی حلال و جایز اجر میرسه. همانطور که این حدیث کسی رابطه نامشروع داشته باشه، به این رابطه نامشروع گناه میرسه، همینطور به رابطه مشروع ثواب میرسه، اجر میرسه. چرا که این الله اجازه داده، چرا که الله این قرار داده. این در راستای عدالت هست، در راستای قانون خدا. قانون خدا هم عادلانه، عدل مهمه. و این شیوه بردانه درست نیست. انسانهای که خدا میپسنده نیست. این ظلم، زنا بی‌عدالتیه، تبعات داره در دنیا و آخرت، عذاب داره، کار خدا را داره. ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. بدترین بی‌حیائی فاحشه، گناه بزرگه، فاحشه بی‌حیائی و بدترین راه که کسی غریزه جنسی را تکمیل بکنه، بدترین راهش و فاسدترین راهش زنایه، العیاذ بالله. و این توی منطقه فساد می آوره، توی شهرها فساد می بره و از این باید بسیار دوره بشه. بله همه ما باید بین فرزندانمون عادل کنیم، عادلانه رفتار بکنیم، با همه منصفانه منصف باشیم، بی انصافی نکنیم. دروغ بی انصافیه، بهتان بی انصافیه. بین فرزندانمون عادل بکنیم، میراث عادلانه تقسیم بکنیم بین خواهران و بین برادران و بین اهل میراث، عادلانه تقسیم بشه. مهریه زنانه پرداخت کنیم عادلانه. دین مردم، معاملاتی که با مردم داریم منصفانه باشه، عادلانه. الله انسانای عادل دوست دارن. عادل جاش بهشت، ظالم خطرناکه. اگر ظلم در عقیده باشه که برای همیشه جهنمه، اگر ظلم در عمل باشه هم جاش جهنمه. به مکافات گرفتار میشه، ظالم به مجازات. بالاترین خطاب عدالت برای حکومت ها و دولت های دنیاست که عادلانه رفتار بکنن. الله از کفر انقدر نفرت نداره که از ظلم نفرت داره. لذا این که میفرم گذشته همین مطلب آمده است که الملک یبقى مع الكفر ولا یبقى مع الظلم. این مطلب درسته که اگر مملکت با کفر باقی میمانه ولی با ظلم باقی نمیمانه. ظلم بالاترین تهدیده برای جامعه، برای یک نظام، برای یک سیستم. همه کسانی که در راس اموران و امور به دستشونه باید با تمام توان برای اجرای عدالت تلاش کنند. همه ملت به یک نگاه کنند، بین همه مسلمان و غیر مسلمان، یهودی، مسیحی، سایر کسانی که حتی خدا را قبول ندارند و باور ندارند، عدالت بینشون اجرا بشه، عادلانه با اونها رفتار بشه. دستگاه قضایی از بالاترین. بعد موارد هست
و که خطاب به عدالت بین مردم منصفانه فیصله بکنه. قضات محترم بین طرفهای متخاصم عادلانه فیصله بکنند، عادلانه رفتار بکنند، خویشاوند و غیر خویشاوند و قوم و غیر قوم و مذهب و غیر مذهب به اینها نگاه نکنند، فقط به عدالت نگاه کنند، به حق نگاه بکنند و بدانند همه ما بدانیم که با عدالت امنیت ایجاد میشه، وحدت ایجاد میشه، اخوت ایجاد میشه، برادری می آید، امنیت ملی حفظ میشه، وحدت ملی حفظ میشه. وقتی که نگاه عادلانه بشه، وقتی ما عادلانه فکر کنیم و عدالت اجرا بکنیم و تفاوت قائل نباشیم، این بهترین شیوه که الله میپسنده و الله راضی میشه، برکات میاره، رحمتش را میاره، خیر میاره و امنیت پیدا میشه، صلح و صفا برقرار میشه. همه باید برای عدالت تلاش کنند، همه برای انصاف، اجرای انصاف کوشش بکنند و تفاوتی هیچی نباشه بین مردم. تمام مردم با عدالت خوشنود میشن و راضی میشن. الله هم با اجرای عدالت خوشنود میشه و راضی میشه. همه ما را دعا کنید الله عادل بگردانه و تمام جامعه ما را، حاکمیت ما را، دولت ما را، ملت ما را، ادارات ما را و تمام طبقات را، علماء ما را، همه را الله تعالی عادل بگردانه که روی عدالت فکر کنند، روی انصاف فکر بکنند و این وظیفه تک تک ماست. همه مخاطبین به این و الله تعالی توفیق عنایت کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.